سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به اولین ویدیو از آموزش برنامه‌نویسی اندروید خوش اومدید. ما توی این ویدیو میخوایم یاد بگیریم که چطور نرم افزار اندروید استودیو رو روی سیستممون نصب کنید. ببینید من توی گوگل سرچ کردم اندروید استودیو ریکوایرمنتس که اینجا برای ما سیستم ریکوایرمنتس ها رو میاره و یک سری موارد رو نوشته که باید برای این نرم افزار داشته باشیم. حداقلات سیستممون رو بدونیم که باید چی باشه که بتونیم با اندروید استودیو کار کنیم و به مشکلی نخوریم. باید این رو بدونیم که نرم افزار سنگینی هست و خب نیاز یک ذره از لحاظ سیستمی سیستم خوبی رو داشته باشید. ببینید اولین موردی که هست اینه که ویندوز 18 و یا 11 باشه، 64 بیتی باشه. مورد بعد اینه که معماری سی پی تون گفته x86 64 بیتی باید باشه. اینو حواستون باشه که بچه‌ها یه سی پی خوبی باید داشته باشید. اگر سی پی تون ضعیف باشه قطعاً توی کار کردن با نرم افزار اندروید استودیو به مشکلاتی برمیخورید. مورد بعد اینه که باید حداقل رمتون 8 گیگ باشه و این 8 گیگ رم حداقلشه بچه‌ها. بهتره که 16 رو داشته باشید که دیگه هیچ مشکلی رو نداشته باشید، چون که نیاز به حجم رم بالایی هست و این مورد رو باید رعایت کنید. مورد بعد 8 گیگ available space، این حالت مینیمومه برای خود آیدی استیکی اندروید که میخوایم بعدا نصبش کنیم و امیولیتر که همون شبیه ساز ما هست. میگه برای سر جمع آیدی که خود اندروید استودیو هست، استیکی اندروید و اون شبیه ساز حالا اندروید، این سه تا با هم دیگه جمعاً حداقل 8 گیگ فضا لازم داره که بچه‌ها این 8 گیگ حداقله. بچه‌ها بیشتر نیاز دارید، خیلی بیشتر نیاز دارید، شاید در حد 30 گیگ نیاز داشته باشید و این حداقلشه. و مورد بعدم که اینو نوشته که رزولوشن اسکرینتون هم این باشه. خب حالا برای نصب نرم افزار اندروید استودیو چی کار کنیم؟ کاری که میکنیم اینه که من اینجا مینویسم دانلود اول جاوا. من باید بچه ها اول کار جاوا رو نصب کنم و یکی JDK و یکی هم JRE، این دوتا رو نیاز داریم که نصب بشن. برای اینکه نصب کنیم بچه‌ها دانلود جاوا رو اگر بنویسید سایت صاف 98 میاد. سایت صاف 98 سایت خوبی هست و آپدیت و چیزایی که ما میخوایم رو، مخصوصا نرم افزارها رو، بهتر که از صاف 98 استفاده کنید. که حالا من توی ویدیوهایی که راجع به زبان برنامه‌نویسی کاتلین و نصب اینتل جی آی دی ها اونجا استفاده میکردیم دیدیم که از سایت صاف 98 استفاده کردیم و خب کرک نرم افزار اینتل جی آی دی رو خیلی راحت با کرکی که صاف 98 در اختیارمون قرار داده انجام دادیم. خب اینجا کاری که ما باید انجام بدیم اینه که جاوا اس ای ران تایم رو دانلود کنیم که همون جی آر ای ما هست. و مورد بعد JDK هست که اینجا میبینید که JDK رو هم باید دانلود کنیم. بچه‌ها این نسخه رو من 64 بیتیشو باید دانلود کنم، حواستون باشه نسخه 64 بیتی نصب کنید. این رو من میزنم دانلود و منتظر میمونم که دانلود بشه. میام پایینتر جاوا SE Development Kit که همون JDK ما باشه اونو هم دانلود میکنم، نسخه 64 بیتی. این دوتا رو میزنم دانلود بشه و منتظر میمونم که بچه‌ها این دوتا دانلود بشه. خب بچه‌ها دانلود تموم شد، جاوا SE Runtime دانلود شد و JDK 8 هم دانلود شد. بچه‌ها یه نکته که من باید بگم اینه که اگر دقت کنید اینجا ما یه جاوا SE Runtime نسخه 8 داریم و یه جاوا SE Development Kit نسخه 8. اینجا نسخه 18 هم برای ما قرار داده شده. اینا چه تفاوتی با هم دارن؟ بچه‌ها ببینید جاوا تا یه نسخه 8 اومد و خیلی استیبل بود و خب بعد از چند سال شروع شد و دوباره یه سری فیچرهای جدید به جاوا اضافه شد که نسخه های 10 11 نسخه 11 مخصوصا نسخه استیبلی هست، نسخه 17 هم نسخه استیبلی محسوب میشه. الانی که من دارم براتون این آموزش رو پر میکنم نسخه 18 اومده و خب فعلا 17 بهتر از 18 است چون که استیبل هست و ممکنه که حالا 18 کم کامل نباشه، ولی خب به هر حال فیچرهای جدیدی که جاوا داره توی نسخه 18 قرار گرفته. ولی من نسخه 8 رو دانلود کردم چون خیلی برای من تفاوتی نداشت. چرا؟
چون که ما قراره که زبان اصلی برنامه‌نویسی اندروید زبان کاتلین هست و ما قراره که بیشتر کدمون حداقل 80-90% کد کاتلین بزنیم و خیلی نیاز به زبان جاوا به اون صورت نداریم. خب سینتکس ها که مثل هم هستن، ولی خب کاتلین زبانی است که ما باید باهاش کد بزنیم و به همین دلیله که من خیلی اهمیتی ندادم و نسخه 8 رو دانلود کردم. خب ببینید بچه ها، این دوتا دانلود شدن. من یکی یکی بازشون میکنم. اول جاوا اس ای اینو من ببندم. این جی آر ای رو من باز میکنم، اینجا رمزش رو میدم صاف 98 داتای آر. این جی آر ای هست که ما میخوایم در واقع نصبش کنیم و خب منتظر میمونیم که اینستالرش ران بشه. اینجا من یس رو میزنم که ران از ادمنستریتور بشه و خب این رو هم ببندم، فعلا نیازی بهش ندارم. باید منتظر بمونیم تا این اینستالرش بیاد. همین کار رو برای JDK هم باید انجام بدیم و این رو هم به همین شکل نصب کنیم. این اینستالرش اینستال رو من میزنم و منتظر میمونم که جاوا نصب بشه. خب این که بچه ها نصب شد، JDK رو هم به همین منوال نصب میکنم. این رو هم من باز کنم، JDK رو باز کنم، این داره نصب میشه. الان منتظر میمونم که نصبش کامل بشه و JDK رو هم به همین شکل نصب کنم. خب میبینید که الان JRE به صورت کامل نصب شده. کاری که باید کنیم الان باید JDK رو هم نصب کنیم. من رمز صاف 98 داتای رو میزنم، اوکی میکنم، منتظر میمونم که اکسترکت بشه و خب زمانی که اکسترکت شد میتونم از وینرر هم خارج بشم. اینو هم بدونید که اگر خواستید حالا این فایل رر رو باز کنید، نرم افزار که من دارم استفاده میکنم وینرر و احتمال میدم که دیگه اینو میشناسید و با نرم افزار وینرر آشنایی دارید. خب این رو من منتظر میمونم که اینستالرش اینم بیاد بالا و موقعی که اجرا شد اونو هم به همین صورت نصب میکنم. خب ران از ادمنستریتور رو یس زدم و الان منتظر میمونم که اینستالر هم نمایش داده بشه. خب الان اومد. این نکست رو من میزنم، نکست رو دوباره میزنم و منتظر میمونم که فقط موردی که وجود داره من اینجا درسته، JDK داره درست نصب میشه. نسخه 8 است. نسخه بالاتر هم شما خواستید 18 میتونید نصب کنید، ولی برای ما خیلی تفاوتی نداره چون ما قرار نیست از قابلیت های جاوا استفاده کنیم، قراره که با زبان کاتلین کار کنیم و اون برامون مهمه و ارزش داره. خب بچه ها نصبش با موفقیت انجام شد. میبینید که اینجا نوشت successfully installed و خب اینجا کلوز رو میدم. بچه ها برای اینکه مطمئن بشیم که واقعا جاوا به درستی الان سیستم میشناستش یا نه، کافیه که اینجا من cmd رو محیطش رو باز کنم و اینجا بنویسم جاوا داش داش ورژن. اگر بچه اینو من بنویسم و اینتر رو بزنم، ببینید البته برای من انگار عذر میخوام، فکر کنم باید بنویسم جاوا داش ورژن. آره الان ببینید جاوا داش ورژن رو من بنویسم، اینجا بنویسه جاوا ورژن 1.8 نصب شده و همون در واقع JDK JRE 8 و JDK 8 هست که نصب شدن که 1.8 اینجا برای من نمایش داده شده. ببینید که الان جاوا رو شناخت و سیستم این رو میشناسه و اینو باید بدونید که بچه ها اگر جاوا رو نشناسه احتمال داره توی نرم افزار اندروید استودیو به مشکل بخورید که این در واقع اطلاعاتش چیز خاصی هم نیست. چیزی که cmd داره میشناسه که ما اینجا توی محیط ترمینال داریم جاوا رو میزنیم و جاوا رو میشناسه، در واقع توی اطلاعاتش توی environment variables ها هست که اگر من این رو باز کنم، فقط جهت آشنایی دارم بهتون میگم، این رو من بنویسم و environment variables رو بزنم، ببینید با تو بخش path باشه. اینجا اگر من path رو باز کنم، اینجا
اگر دقت کنید اینه، ببینید اینجا نوشته اوراکل جاوا جاوا پف. این در واقع مسیری هست که بهش داده شده و خب فکر میکنم بچه البته این کاملش نیست و همین باید باشه. آره بچه همینه. میبینید که اینجا برای من یه مسیری رو مشخص کرده. این مسیر جاوا هست و به همین دلیله که ما اینجا جاوا داش ورژن رو بزنیم این میاد. اگر یک موقعی نیومد پیغامی به اسم unrecognized جاوا اومد یا همچین چیزی، شما باید environment variable جاوا رو اضافه کنید، مسیر جاوا رو بهش بدید تا در واقع جاوا رو بشناسه و وقتی هم که اومدید توی محیط ترمینال اینجا باید جاوا داش ورژن رو بزنید و قاعدتا باید اون زمان ورژن جاوا رو به شما نشون بده. خب ما بچه ها الان جاوا رو نصب کردیم. کاری که باید کنیم چیه؟ قطعا نصب اندروید استودیو. بچه ها دو راه داریم، یا اینجا بنویسیم دانلود اندروید استودیو و سایت صاف 98 رو بیاریم. راه دیگرش هم اینه که ما از سایت اندروید دانلودش کنیم که اگر من بنویسم اینجا دانلود اندروید استودیو، ببینید اینجا developer.android.com رو میاره. اینجا من میتونم دانلودش کنم. فقط باید بدونید که قبلش باید VPN تون روشن باشه، اتصال رو بزنید و بعد باز کنید صفحه رو و برید و نسخه 64 بیتی که قطعا فکر می‌کنم فقط یه نسخه داره، اونم 64. نسخه 64 بیتی رو بزنید دانلود کنید و آخرین نسخه است دیگه. ولی خب راه آسان‌ترش هم اینه که از سایت صاف 98 که یه سایت داخلی هست دانلود کنید که اینجا ببینید نسخه ویندوز به صورت نصبی 64 بیتی. این رو میزنید و منتظر میمونید که دانلود بشه. اینجا میبینید حجمش 956 مگابایت، باید منتظر بمونید که دانلود بشه. خب بچه ها اندروید استودیو دانلود شد و من از توی بخش دانلود ها اندروید استودیو رو میارم. این فایلش هست که میتونم حالا ببینم از اینجا اجراش کنم، رو ببندم. اندروید استودیو رو باز میکنم و اینجا اینستالرش رو کلیک میکنم و منتظر میمونم که اکسترکت بشه. خب اجرا که کردیمش بچه ها ببینید من اینجا next رو کلیک میکنم و اینجا yes رو میزنم، next رو میزنم، next این رو هم next میزنم و منتظر میمونم که اندروید استودیو نصب بشه. فقط اینو بچه ها دقت کنید که بعد از اینکه نصب شد دیگه باید شما VPN تون رو روشن کنید و مابقی مراحل رو با هم دیگه جلو بریم. خب اینجا بچه ها next رو میزنم، نصب انجام شد. اینجا قبل از اینکه بچه ها استارت انجام بشه فینیش کنم من VPN رو روشن میکنم و اینجا اتصال رو میزنم، امیدوارم که متصل بشه. خب الان که متصل شد من فینیش رو میزنم. فقط من یه لحظه چک کنم ببینم که به درستی بله. خب فیسبوک باز شد. اینجا من منتظر میمونم که اندروید استودیو بالا بیاد. ببینید بچه ها اینجا یه ایمپورتی میاد، پیغام ایمپورتی. اینجا من این رو import studio setting configure do not import settings. فکر میکنم بچه نسخه قبلی اندروید استودیو روی این سیستم نصب بوده و خب به خاطر همین اون دوناتر رو زدم. فکر نمیکنم برای شما این پیغام بیاد. من میخوام که تنظیمات دیفالت باشه و به خاطر همین گزینه آخر که دونات کانفیگر بود رو اون رو زدم. الان بچه میبینید از اینجا دیگه دنبال SDK میگرده. بچه نکته که هست اینه که بعضی جا شاید بهتون یاد بدن که SDK رو به صورت آفلاین دانلود کنید و استفاده کنید، ولی بهتره که همین روند رو به جای اینکه از طریق در واقع به صورت آفلاین نصب کنید که دردسرای خودش رو داره، از طریق خود اندروید استودیو به صورت آنلاین دانلودش کنید. فقط چیز که الزامی اینه که VPN تون به خاطر بحث تحریم ها از قبل متصل باشه. بچه ببینید من اینجا next میزنم
یه چیزی رو بچه بهتون بگم اینجا رو ببینید. فکر میکنم این مورد باشه. نه بذارید این باید استاندارد باشه. میخوام توی درایو سی نصب بشه. بله ببینید دو تا تم داره، یکی دارکولا داره و لایت رو داره. من خودم عادت دارم توی محیط اندروید استودیو با محیط لایت کار کنم، ولی اگر شما دوست دارید که از محیط دارک استفاده کنید میتونید از دارکولا هم استفاده کنید. البته خود تنظیمات اندروید استودیو بعدا میتونید برید هر تمی که دوست دارید نصب کنید، حتی تم دانلود کنید و نصب کنید استفاده کنید. منتها من با این تم عادت دارم، شما هر کدوم رو که دوست داشتید میتونید استفاده کنید. اینجا نکست میزنم. بچه‌ها ببینید اینجا یه سری اطلاعات برای من نمایش داده شده که اینجا به من میگه که اینها حجم دانلودیشون استیکی، اینا در واقع همون استیکی پلتفرم تولز، این پلتفرم تولزش هست و بیلد تولز، این دوتا خیلی مهمه که دانلود بشه. و ببینید این مواردی که میخواد دانلود شه به خاطر که این در واقع VPN من روشن بود این اطلاعات رو داره نمایش میده. اگر VPN متصل نبود اینها رو به من نمایش نمیداد و در واقع نمیتونستیم از دانلود کنیم و استفاده کنیم. البته بچه این مورد رو بهتون بگم، از این به بعد هر موقع میخواید اندروید استودیو استفاده کنید، مخصوصا حالا میخوایم با گریدل کار کنیم که بعدا آشنا میشیم باهاش، ما نیاز داریم که حتما این VPN ما روشن باشه که ما بتونیم پکیج هامون رو همیشه دانلود کنیم، چون این پکیج ها دائم باید دانلود بشن و به روز رسانی بشن و به خاطر همین همیشه نیاز داریم که VPN روشن باشه. خب بچه‌ها ببینید الان میخواد استیکر رو دانلود کنه. من اینجا باید اکسپت رو بزنم. خب این نکست که نیومد، فکر میکنم اینم باید اکسپت کنم. بله دوتا رو اکسپت میکنم و اینجا فینیش رو من میزنم. فینیش رو میزنم. اینجاست که بچه‌ها دیگه شروع میکنه دانلود کردن. خب گفتم همونجور که بهتون قبلش هم گفتم حتما VPN تون روشن باید باشه که این اطلاعات رو ببینید. ببینید که اینجا الان شروع کرد به دانلود کردن. از من لایسنس هم خواست که اکسپت کنم، اون دوتا رو من اکسپت کردم و نکست رو زدم و الان میبینید که توی این صفحه هستم. توی این صفحه الان شروع کرده به دانلود کردن و این دانلوده فکر میکنم یه در حد 1-2 گیگ باشه و خب یکم زمان بره. باید منتظر بمونید که دانلود کامل بشه و وقتی که کامل شد ادامه مراحل رو برید، فینیش رو بزنید و دیگه پروژه اندرویدیتون رو میتونید از این به بعد پراجکتتون رو بسازید و شروع به برنامه نویسی کنید. خب الان ما باید منتظر بمونیم که این دانلودش تکمیل بشه. خب دوستان عزیز، همونجور که میبینید همه فایل های SDK دانلود شدن. اینتل هایزم هم دانلود شده، پلتفرم تولز و SDK هم خب کامل دانلود شده. فایل های بیلد تولز و پلتفرم تولز که دو مورد مهم برای نصب SDK اندروید هستن اونا هم دانلود شدن و الان کامل شدن و میبینید که کل فایل ها دانلود شدن و الان به ما پیغام نصب موفقیت آمیز همه پکیج ها رو داد که من اگر این رو فینیش بزنم الان میام به محیط اندروید استودیو و میتونم اینجا نیو پراجکت رو بزنم. توی ویدیوهای بعدی با ساخت پروژه و آماده سازی برای شروع کد نویسی آشنا میشیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و حتما لایک، کامنت و شیر هم یادتون نره. این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و اینکه حتما نظرتون رو برای من بنویسید و اگر موردی مسئله توی نصب دارید میتونید توی بخش کامنت های در واقع این ویدیو سوالاتتون رو مطرح کنید تا من پاسخش رو بهتون بدم. موفق باشید.